در مدتی که در افغانستان بودید و در کابل بودید با آقای کرزی و یا با آقای دکتر عبدالله دیداری داشتید؟ اوضاع اونها چطور بود؟ آقای دکتر عبدالله خو یک پیره را زدن رفتن هندوستان، پس آمدن میگن که مسلمیار صاحب گرو مانده بود در کابل، پیش ملا حسن آخوند باز خودش رفت هند پس آمده. کرزی صاحب چطور بود وضعیتش؟ از لحاظ روحی، از لحاظ روانی چطور بود؟ حالت خوب بودن؟ لشکری صاحب دغه یو خبره ز صادقانه کوم. د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط کې کرزی ډاکټر عبدالله مسلمیار روانده درلودله. دلته خو بدبختانه امیر رقابتا با تر بود گفت که از بومره امی چوکی بر ما مانده شود. کلی با امی انتظار بود که امی دکتر صاحب اشرف غنی چرا کم فرار کنه که امی حکومت بر ازی مانده شود. یا طالبان امرای اشرف غنی حکومت یک جای جور نمیکنه، امرای ازی جور میکنه. بدبختانه امی پلان خود گیر مانده. علی ما میفهمیم که امی کدام مشکلات که سر دکتر عبدالله یا سر امی مسلمیار و سر کرزی. مسلمیار خو با او چوکات نمیاد، مسلمیار خو زیاد دوزیم کده، زمینم از مردم گرفتار، رشوت و رشوت خوری رو کده، مقصر مقرر کده. من سر امی دکتر عبدالله و سر کرزی امی چیز ندارن که با پیسه مقرر کده. امی صادقانه میگیم خو من کلش در امی مسائل علی بند مانده در افغانستان. اگر مردم افغانستان امیر نمیبخشه، نه خداوند امیر میبخشه. هر چیز که در انوز در افغانستان جریان داره مسئولش نه تنها حکومتی که رفته، خودش مسئولینش همی بود. اگر اشرف غنی بود در وقتی که کرزی صاحب در کابینه ازی وزیر بود، همی خود با چوکی ریاست جمهوری همی کرزی صاحب بود که رساند. امی در مسائلی که مسائل صلح بود، امی هر چیز که بود امی مشترکان کدام سام که اشرف غنی داشت امی سام با امی اندازه امی مردمم داره. امروز که امی هر سر چیز سر ازی تیر میشه، دو تا گپ زیاد دلسوزی داره سر ازی، دیگه دلخوشی داره سر ازی که خوب شد که کس مردم با دام میانداخت، خود با دام انداخت. کرزی صاحب خیام پالوانای نابلد وری در چال خود بند مانده. ما علی بامی خوش هستیم که کرزی صاحب از وطن بخیر بیرون شوه یک دفعه و مثل دکتر صاحب عبدالله وری بار نمیگرد. بسیار خوب. آقای حمیدزی کمی از خودتان قصه کنید، از وضعیتتان قصه کنید، خانواده